مطمئنا تا حالا هیچ کس بهت نگفته بود فقط با 3 تا تخم مرغ میتونی یک کیک خوشمزه بازاری رو درست کنی. اول مواد خشکمون رو با هم میریزیم، الک میکنیم. اول تخم مرغمون رو میشونیم، بعد گلاب رو به همراه وانیل به تخم مرغمون اضافه میکنیم. یه مقدار کم وانیل میزنیم که خوش افزایش بکنه. شکرمون هم اضافه میکنیم. من یه مقدار عرق هلم داخل گلاب ریخته بودم که اضافه کردم. موادمون رو چند دقیقه با همزن میزنیم. اول با دور تند، بعد با دور تند. شیر و روغن هم به موادمون اضافه میکنیم. بعد یه مقدار در حد 2 دقیقه هم میزنیم. آردمون رو هم که دوباره الک کردیم کم کم به موادمون اضافه میکنیم. کپسولای کیک عزیزمون هم میذاریم داخل قالب. مایه کیکمون رو میریزیم داخل کپسولامون. تقریبا باید 2/3 پر بشه. برای اینکه پف منظمی داشته باشه قسمت وسطش رو به صورت یه به اضافه با چاقو خط میندازیم. برای تزیینش هم که مقداری کنجد رو میذاریم داخل فر از قبل گرم شده. فقط دمای فرمون رو میبریم بالا تا زمانی که اینا پف کنه. زمانی که پف کرد دمای فر رو میاریم پایین، میذاریم آروم بپزه. من الان رو 170 درجه سانتیگراد گذاشتم. فقط چه رنگی داره. کیک ازیای ما آماده شد. شما هم میتونید تو خونه درست کنین و نوش جان کنین. اگه آموزش‌های بیشتری میخواید از پیج ما حمایت کنین، ما رو فالو کنین، برای دوستاتون هم بفرستین.